الاسم الاول یعنی نام اولی چی است؟ اسم اول نام چی است؟ عبدالظاهر. اسم الاب نام پدر چی است؟ عبدالقادر. اسم الجد محمد رسول. اسم العائله یا نام فامیلی داعی. باز جنسیه به معنی ازی که تو از کدام وطن هستی؟ افغان. تاریخ المیلاد یعنی تاریخ تولدت 1965. رقم الجواز باز اینجا نمبر پاسپورت میرسانی و رقم تأشیره اینجا نمبر چی است؟ ویزا هست. مثلا ما اینجا میرسانیم 840 33 207. کجاست؟ از سفارت سعودیه. در کجا صادر شده؟ کابل. این حالی این باز میگیری در بین پاسپورتت میمانی. وقتی بین پاسپورتت مانی باز میری اینجا باز میتونی که داخل شوی. خلاص. خالص من قبل خالص تا کجا هستیم؟ الحمدلله ساعت 4 بجه صبح ما در میدان هوایی جده رسیدیم. ساعت 1 بجه شب 1 بجه شب از میدان هوایی دبی حرکت کردیم و در میدان هوایی جده هستیم. ما دست موتور سرویس سوار شدیم طرف مکه مکرمه. ان شاء الله در حرکت هستیم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لا محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما در داخل موتر هستیم. از میریم به طرف مکه مکرمه. انشالله یک کمک فاصله هست. در این فاصله از فرصت استفاده کردم از خدمت شما بعضی چیزهایی که برای حاجی ها در حالت احرام شما خود ما در حالت احرام هستیم. چیزهایی که برای ما شما جایز است و چیزهایی که ناجایز بود من در طیاره براتون گفتم. حالا فعلا در داخل موتر من خدمتتان عرض میکنم چیزهایی که برای محرم یا نوار شما هستیم برای ما شما جایز است. پوشیدن چپلک که پایین از بجلک باشه، بستن ایزار با کمربند رو شما میتونید همین لنگ بسته کردین دبل کمر خودی رو با کمربند خود یا با تار یا چیز دیگه بسته بکنیم. یه هم پروا نداره دیگه. غسل کردن شما وقتی که به مکه مکرمه شما بخیر در هتل رسیدین به خاطر عمره کردن غسل سنت است. از این خاطر شما در داخل هتل غسل میکنیم. غسل کردن درست است. بالیدن سر در وقت غسل در صورت ضرورت اگر کس سر خود میماله پروا نداره. برای حاجی پوشیدن اشیای دختگی بغیر از دستکش و روپوش دستکش دختگی و روپوش دختگی برش جای دیگه چیزا جایز است. لباس پیراهن قربان چادر گپا برای زن مباح است که روی خود را نامحرمان با چادر خود روی بگیرند. چرا که بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که وقتی که کان رکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که مردم تیر میشدن و ما رسول الله صلی الله علیه و بودیم فاذا حاضونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. باز میگه که یک کسی همون جلباب خود همون چادر خود چی میکرد با روی خود میگرفت یعنی روی میگرفت. فاذا جاوزنا کشفناه. وقتی که باز ما از اون تیر میشدیم باز روی خود باز میکردیم یعنی بی حاجی صاحبا تا همیشه روی خود باز نمیمانن از نامحرما روی بگیرن. اخرجه ابو داوود و ابن ماجه و اخرج دارقطنی من حدیث ام سلمه مثل کذالک لا باس ان تغطی یدیها بثوبها. اگر بی حاجی دستای خود با لباس خود میپوشانه و پروا نداره اما دستکش پوشیده نمیتونن. و یجب علیها تغطیه وجهها و کفیها. و بالای از این واجب است که اما سر خود و کفای دست خود چی کنن بپوشانن. اذا کانت به حضرت الرجال وقتی در مقابلش مردهای اجانب بیگانه باشد چرا که او عورت هستند. و آیت شریف میگه که والا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب دیگه برای محرم شستن احرام و لباسایشان جایز است. اگر کسی احرامش چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم
کعبت الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم. لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم، بعد از اینکه حاجی محترم از طیاره که آمدن در جده پایین میشن و بعد از جده میان به مکه مکرمه. مکه مکرمه زاده الله شرفه. اینجا که به خیر رسیدن همون سرویس می راستن در دان هتل استاد میشن. وقتی که در دان هتل استاد شد باز حاجی را انتقال میده در اتاقایشان. باز اینجا در اتاقای خودشون قبلا حاجی صاحبا احرام خودم قبل از رسیدن به میقات، مثل که ما و شما در میدان هوایی مثلا احرام را بسته کردن. خب آمدن از میقات تیر شد. ما فعلا هم در حالت چی می باشن؟ با احرام می باشن و اینجا در اتاق خودم وسایل و سامانه و بکس گپای خودم میگذارن. باز بخیر حرکت میکنن به طرف کعبه شریف که اونجا برن و عمره بکنن و باز بعد از عمره که خلاص کردن عمره را، باز بعد از او وقتی که موی خود کم میکنن یا موی خود مثلا تراش میکنن برای مردها و زنها وقتی که تنها موی خود کم میکنن دیگه باز چی میشه؟ از عمره خلاص میشن. باز پس به اتاقای خود میان و در اینجا باز چند روز در اتاق خود می باشن تا وقتی که مراسم حج شروع شود. و امی حج تمتع معنایش چی است؟ معنای تمتع همی است که یک نفر هم عمره را نیت میکنه و هم حج نیت میکنه، منتها هر دوش یک جای میکنه. حج تمتع میگن که باز در بین عمره و در بین حج فرضی چی میکنه؟ تمتع میکنه یا لذت میبره، یعنی احرام خود باز میکشه تا که باز وقت حج فرضی شروع میشه باز امو احرام خود از این اتاق خود پس سر بسته میکنه. مثلا ما 10 روز پیش رسیدیم، این وقتی که 10 روز پیش رسیدیم رفتیم عمره کردیم. پس از عمره که آمدیم باز قرار در اون اتاق خود میباشیم با لباس های عادی خود و وقتی که حج فرضی شروع شد باز بخیر احرام خود از اون هتل بسته میکنیم بخیر ان شاء الله تعالی. باز به مراسم اعلان میشه و باز اون حجاج حرکت میکنن به منا میرن و باز از منا باز به عرفات میره. بازوش ان شاء الله تعالی براتون تشریحات کردیم. آقای صاحبای محترم، و چون ما و شما فعلا در هتل هستیم در مکه مکرمه و ما و شما گفته بودیم در کابل هم که ما و شما عمره میکنیم. این حال دیگه بخیر ما و شما عمره خدا چه قسم شروع میکنیم دیگه هر کس بکس های خدا جای به جای بکنن، بکس هایتان بانین. فقط پیش از رفتن به عمره ما و شما یک غسل میکنیم به خاطر از اینکه در ما و شما اومدیم یک ذره بدن ما و اگر کسی احرام جدید داشته باشه او را میپوشه، باز احرام دیگه خودم او را میکشه دیگه احرام جدید میپوشه، این حق هم داریم. بعد از این بخیر ناله ما و شما چی میکنیم؟ آستا بخیر حرکت میکنیم، میریم به طرف لفت و این لفت است که وقتی که ما و شما در این منزل که هستیم
اینال لفت میزنیم، در لفت که داخل شدیم جی را میزنیم. جی در زبان عربی مخفف گیت است که میزنیم، یعنی ما شما در دروازه پایین میشیم. یعنی به خیر آیسا میریم به طرف دروازه. اینال دروازه که رسیدیم ما شما طبعا در جریان راه شما تلبیه را فراموش نکنین. میگیم تلبیه را لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد. یک چیز دیگر آجی صاحبای محترم فکرتون باشه که تلبیه یک جایی طریقه مسنونه نیست که مثلا کلگی یک صدا مثل ترانه میخوان. هر کس خودش تلبیه میگه، لکن به صدای بلند هر کس میگه تلبیه خدا میگه. یکی دو منال ما شما بخیر بریم در موتر بالا میشیم. این موترهای سرویس ها رو میبینیم که بیرق افغانستان نداره، این برای آجی افغانستان است. این هتل ما شما در این موترها سوار میشیم، حرکت میکنیم بریم بخیر به کجا؟ به طرف حرم شریف. و تا رسیدن به حرم شریف ما شما امی چیزا دوام میتیم که لبیک الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك. این ما شما رسیدیم به پیش بیرون حرم شریف هستیم. یعنی مناره را شما میبینید این حرم شریف است. و وقتی به مسجد الحرام رسیدیم حالا ما شما چی میکنیم؟ با پای راست خود داخل مسجد الحرام میشیم بخیر. وقتی که با پای راست خود داخل شدیم چی میگیم؟ بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. این قسمت حجر الاسود شوط اول از اینجا شروع میشه. شما میبینید اینجا که این طرف باز این صفا هست، اینجا رای صفا هست. پس از اینمی حجر الاسود شما این طرف از اینجا باید حاجی چی کنن؟ از اینمی کنج حجر الاسود اینجا طواف شروع بکنه. اگر نزدیک بودین در قطار اول از این پیش حجر الاسود و اگر این قسم در قطار دوم سوم چهارم پنجم بودین تا این طرف هم تا آمده میره تا که طرف دستراس یک گروه آبی هست سهل کنین. از این گروه آبی باید از این خط تیر نشی. از اینجا شروع میکنین طواف اولیه. طواف اولی رو که شروع کردین از اینجا یعنی طواف کرده میرین منتها اینی قسمت که است حجر یا حطیم این هم جزء کعبه هست. از این خاطر در اینجا حاجی حق نداره که داخل شوه. پس طواف وقتی که از پیش حجر الاسود شروع شد اما تو میره حاجی از پشت سر حتیم طواف میکنه. پس در این قسمت که رسید یک شوط تام شد. بله 7 شوط. این شوط اول است، شوط دوم. شوط از اینمی یک کنج حجر الاسود از اینجا شروع کردن تا پس به حجر الاسود آمدن اینمی خط یک شوط است. اینمی یک دوری که شما میزنین از پیش حجر الاسود حرکت میکنین اینمی شوط است. پس شوط اولتون شروع میشه از پیش حجر الاسود میرین پس که طواف کردین پس پیش حجر الاسود رسیدین در اینجا یک شوطتون پوره شد. بله شوط دوم باز از این پیش حجر الاسود اینجا که رسیدین الله اکبر میگن. با الله اکبر اگر کس امکاناتش می باشه که حجر الاسود بوسه بکنه مشکل است، در حج بسیار مشکل است بجز از اینکه آدم بسیار بی‌ادبی بکنه و مردم اذیت بکنه. در غیر از او فقط همینجا دو رسید دستای خدا بالا میکنه الله اکبر میگه شوط دوم شروع میکنه. شوط دوم که شروع کرد یعنی 7 شوط باید بزنه، یعنی 7 دور بزنه. دور اول یا شوط اولتون خلاص شد، دور دوم یا شوط دوم باز از این قسمت شروع میشه از پیش حجر الاسود. باز هم تو حرکت میکنین برین باز دوره میزنین و سوم دوره میشه شوط، چهارم پنجم ششم و هفتمش که پس در پیش حجر الاسود رسیدین
بعد از اینجا دیگه ختم میشه شوط چیز یک طواف کردین 7 شوط اینجا خلاص شد. بعد از این باز وقتی که طواف خلاص میشه باز 2 رکعت نماز پیش مقام ابراهیم است، چون بیروبار زیاد است اینجا. پس انسان هر جایی که امکاناتش بود و برای حاجی ضرور است که کس را اذیت نکنه. بعضی کساست اینجا با میلیون ها نفر تیر میشه اینجا قرار نماز میخونه و کل گزده بروش چیر میشه، کل گیر اذیت میکنن. نه خیر، هر جایی از حج که توانستین باز شما میتونین نمازتان بخواین. بله این قسمت رکن یمانی میگن. رکن یمانی اما قسمتی که روش به طرف یمن است، این رکن یمانی میگن، چون امی سمت که طرف یمن است این رکن یمانی میگن. و این قسمت حجر یا حتیم میگن که این حجر یا حتیم این جزء کعبه هست. اصلا کعبه کلان بوده، کل شامل بوده، لکن این بیرون مانده دیگه. از این خاطر این هم در کعبه شامل است. از این خاطر حاجی حق نداره که در داخل از این حتیم تیر شه و اگر از اینجا داخل میره باز طوافش خراب میشه. پس باید طواف از پشت سر از این صورت بگیره. میریم بخیر به طرف حجر الاسود. انت بیاین آیسا ایسا لکن در مقابلش اون قسمت سعی کنید دست راست، اون کنج اونو میبینید و بالا یک چراغ سبز است. اون چراغ سبز اونمون مستقیما به کجا هست؟ به حجر الاسود است. اینا چون بیروبار زیاد است ما شما نمیخوایم که بیادبی بکنیم یا مردم تیله بکنیم، از این خاطر ما حجر الاسود بوسه کردن نمیتونیم، بیروبار زیاد است. فقط کوشش میکنیم به این قسمتی که یعنی چراغ سبز است نه اینمی ما شما بین چراغ سبز بین حجر الاسود اینمی جایی است که ما شما به خشید شروع میکنیم، این طواف شروع میکنیم. کعبه به طرف چی آمد؟ به طرف چپ. میبینیم کعبه به طرف کدام طرف ماست؟ به طرف چپ است. اینال ما شما اینم تو حرکت میکنیم بخیر انشالله. میریم طواف اول شروع میکنیم. در طواف اول کوشش کنیم چی میکنیم؟ اینال در آغاز طواف چی میگیم؟ اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. این در آغاز طواف میگیم. خب اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. اینا طواف رو شروع میکنیم. اینا به جریان طواف کس و هر کس ذکر میکنه، دعا میکنه، عبادت میکنه، هر چیز تلاوت قرآن میکنیم، هر چی که میکنیم شما رو چیز داریم. اینا طواف اول شروع میشه. طواف اول بخیر شروع کردیم. این قسم میریم ما شما رو در حالت طواف هستیم تا که پس به چی برسیم؟ یعنی حجر الاسود برسیم. اینا هر کس در جریان طواف امر عبادت های خود شروع میکنن طواف. اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. متوجه باشید که در طواف اولی کس اتباع مستحب است و در این طواف اولی که ما شما داریم شانه رو چپ میکنیم و در 3 شوط اول باید چی بکنیم؟ باید ما شما در 3 شوط اول رمل بکنیم. رمل چی میگه؟ ما شما تیز میریم، قدمای خود باز نمیمونیم. قدمای خود چی میمونیم؟ قدما رو همونطور نزدیک لکن کم کم به سرعت میره رمل میگیم و این قدمای خود کم کم نزدیک میمونیم لکن کم کم تیز میریم. کوشش کنیم کسی اذیت نشه. بگونه ذکر، تلاوت قرآن شریف، دعا، هر چی که یاد داریم اینو میکنیم. اینجا که ما استاد هستم اینو براتون اشاره میکنم. این قسمتی که ما استاد هستم اینو میبینیم. این چی میگن؟ این همون جایی هست که این حتیم میگن. حتیم این هم داخل چی هست؟ داخل حکم کعبه هست. داخل حتیم باید نشیم، از پشت حتیم باید ما شما دیدین مرا میبینین. اینی قسمت این حتیم است. این از حتیم تیر میشیم. این قسمت این ما شما دیگه میکنید تا بخیر به رکن یمانی برسیم. همین قسمت کعبه که روش طرف چی است؟ طرف یمن است. این رکن یمانی. یعنی قسمتی که طرف یمن است چی میگن؟ رکن یمانی میگن. اینا اگر شما تانستین در رکن یمانی
چی کنین بسم الله بگوین و الله اکبر بگوین و مسح کنین تا این قسمت کنج کعبه را، اما بوسه نیست سیسنی. و در بین رکن یمانی و حجر الاسود، این قسمتی که رکن یمانی است اینمی طرف یمن است، اینا از اینکه تیر میشه حجر الاسود میه. در بین از چی میگیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. ما و شما اینا رسیدیم باز به حجر الاسود و اون هم میبینیم طرف راست چی هسته؟ همون چراغ سبز رسیدیم، اینا چراغ سبز رسیدیم. باز چی میگه؟ بسم الله الله اکبر. دست خود از دور بالا میکنیم، متوجه شدیم؟ اما تو دست خود بالا میکنیم چون ما نمیتونیم به حجر الاسود برسیم، از این خاطر دور الله اکبر میگیم، دست خود بالا میکنیم و شوط دوم شروع میکنیم. و به این قسم شوط سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم. باز در ختمش ما شما چی میگیم؟ 2 رکعت نماز نزدیک این مقام ابراهیم خوانده میشه. خب اینجا ما شما خوانده نمیتونیم، باز در هر قسمت حرم که بیروبار نباشه، اذیت مردم نشه، ما شما چی میکنیم؟ باز در این قسمت چی میکنیم؟ بخیر 2 رکعت نماز میخونیم. اینا هر کس ونما 7 شوط کنه از حجر الاسود که میری تا پس به حجر الاسود که به 1 شوط شد. اینا ما شما هر کس اما 7 شوط خود چی کنه؟ پورا بکنه و باز طرف اون دروازه که چی است باز اون طرف میریم که بین سعی بین صفا و مروه هست. غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم. زرزا در نبار بار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. تا رحیمی تا عالمی تا رحمانی، تا په مونږ باندې څومره مهرباني، تا په مونږ باندې څومره مهرباني. د رحمت دی امیدوار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. د توبې د قبل ولو علتای، د ګناه د معاف کولو علتای، د ګناه د معاف کولو علتای. تا مې معاف کړې ګناهګار یم پاک خدایا، دستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، دستا
گزار یم پاک خدایا که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا ما محمود سره بل کومه هیله نشته ته زمونږ یې مولا بل مولا نشته ته زمونږ یې مولا بل مولا نشته که زه روغ او که بیمار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا